سلام علیکم خاتون عزیز، زنده سلامت و خانه آورده سلام باشه. خدا هر کجا باشه نگهبان خدا باشد. پاسخ به سوال شما. خب یک تا خواهر سوال است که بیماری قند رو ممکن است هجامت کردن. بله، بیماری قند رو فقط متخصصی چی میگن هجامت کنی که وای باشد اولی قدر تجربه ناک باشه میتونه کرده، برای اینکه بیماری قند رو ما اما پیاش رو ما دی میخوام کنیم که من به شاگردانم فهموندم، خودم هم میگم همین باید کنن بیماری قند رو نکیم در 2 ماه یک بار میکنن، 2 ماه پس یک بار میکنن هجومه رو در روزهای آسمانی باید کنن. در روزهای آسمانی پورا میشه ماه آسمانی 17 19 21 یک یا 2 بار میکنن، 2 ماه پس یک بار میکنن در هفته هم بود 21 میکنن. این هجومه برای بیماری قند. و این چی نام دارد، قسطل هند رو استعمال میکنن. قسطل هند رو 3 ماه استعمال میکنن، یک ماه پریری تنفس میکنن. 3 ماه یعنی که پیش از هر نماز یک قاشقچه چی از کو چای خوری میگم کو یک قاشق چای خوری در پیاله آبی خنک میخواد، گرم میخواد، یکی در گرم نشد تلخیش رو حس نمیکنه، در خنک حس میکنه تلخیش رو. من قسطل استعمال کردم، من قسطل استعمال میکنم برای قند من رای است معتدل است الحمدلله. قسطل در آب بخیل رای کنن، این نوشد چی میگن پیش از نماز نوشد استعمال کنن. بعد وای امین رو میدونید 3 ماه باید استعمال کنن. 5 وقت نماز میخونن که 5 بار پیش از نماز می نوشد، نماز میگذاره، می نوشد، نماز میگذاره، می نوشد، نماز میگذاره. برای همین قسطلین برای قند بسیار داروی زور است. من توبه کردگیم چند بیماری قند رو در تاجیکستان. از خود ولایت کلاب قتلان به نظر من می آمدن به دوشنبه برای توبتی بیماری قندشون. مردهای کلانسال، زنهای کلانسال می آمدن، من قبول میکردم، در خانه مادرم برایشون توصیه میدادم. انا میگونه یعنی قسطلین رو با دقت گوش کنید. 3 ماه هر روز پیش از نماز 5 بار یک قاشق چای جوش میگم در آب شیر و گرم جوش نه خونونه مخلوط میکند و می نوشد، بعد نمازش رو میگذارد و بعد میسوق از ته کارش میرود. این در نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و آله در قسطلین هم شده است. این برای بیماری قند. و این چونین چی میگن هیجوما رو در 2 ماه پس یک بار میکنن برای بیماری قند. خب بعد از چی میگن آدم‌های نگاتیو باید دور گردد بیماری قند. آدم‌های که ذکر میکنن که هر گپی پس بلند میگن، با آدم‌های پوزیتیو باید که نزدیک شود، دائما خرسند باشد و ذکر نکند. این همین بیماری قند از ذکر میشد، از غمخوری، غمگینی، از چی میگن دل سیاهش میکنن که انسان رو دلش رو سیاه میکنن، میرن جانن گیرانش میکنن، گیره بسیار همین و بیماری قند. همین بیماری از همون ذکر غمگینی میشن، لیکن بیماری قند از استرس می افتاد بود، استرس آدم یک بیماری قند خروج میکنه. برای این کوشش کنید که از انسان های نگاتیو ها دور گردید و آدم های پوزیتیو خیلی نزدیک شوید. من این نمی‌سو که انسان هایی که دیدم که توجیکو میشنم خود دور میرن، در جایی میشنم که هیچ کس نباشه. ببینید در اطراف من هیچ کس نیست، هیچ کس نیست، در جایی میشنم هیچ کس نباشد و من کوردور نشم، من به حضور ویدیو میکنم. بله سحری قتی میگم که سحری هم آدم خوبم که سحر قتی از اومدم. صبح بخیر به همتون، در جایی صبح بخیر شه، صبح سالی خمگیتون بخیر شده باشه. که من دور میرم از نزدیک تریتوری همین چی میگن خب جایی که زمین همینجا هستم، سحری قتی توجیکو نیستم. خب من که در کجا هستم که نیستم، کوردن انا با بگویتر شود نیستی شود بعد پیدا میشوند. یگان جایی که گفتم که علیه جا نمیشه، میگه که مجا باند است. بله برای در جا میشینم که با من هیچ کس کوردور نشه. این زنه کردین سگش قد سرگش کردین اینو کوردور نمیشن. محمد اقبال لاوری میگه که رفتم به کشوری غرب، میگه یفتم اسلام رو نفتم مسلمان رو، اومدم به کشوری مسلمان میگه یفتم مسلمان رو نفتم اسلام رو. نمیده کشوری غیر مسلمان اینو کوردور نیستم. انا اینو اسلام گرفتگیم کوردور نمیشوند. یکی صدقه مسلمان ها شدیم که اصلی 21 است. انا میخوام چشماشون شکوف میکنن علمای مرد در نظر دارم، مرد کلی او باز مرد کلی اوش بگیم. بله مرد کلی او مرد کو رولی زنه ها روز میگذارن، مرد کو از زنها فرق نمیکنن. حاضر نگاه میکنن تو کجا رفته ایستاده، کجا اومده ایستاده، با اومده میشینن در نظر تو از کجا هستی، ما تو نشناختیم. خوره چی است که من از کجا هستم؟ خب زنها این کارو نمیکنن مقایسه با مرد. اصلی 21 نه که مرد از زنها گذرانده ایستادن. این زنکو دوزخ میرن، باز مردکو زنکو برابر دوزخ میرن در اصل 21. так что نگوین که اکثریت اهل دوزخ زنها هستن. مردها برابر زنها شدگی، از مردکو لب آب شدگی. من آنچه که به چشمم میبینم حقیقت رو به شما میرسونم.
نگاه میکنن این پسر دون کوچه رو برو میشن با میگذاریم خیلی نگاه میکنم عینکای میشن نگاه میکنن این پسر دون کوچه تا گذاشتن نگاه میکنن ما اتاق عینک نگاه میکنن آیره چگونه اینو معامله میکنن نسبت زنی مسلمان یگان جای من نمینماید همین خیلی نگاه میکنن تصور میکنی اگر انسان که نیم اوریو باشه چیکار میکنه وای هو نیم اوریو باشه چیکار میکنن عجیبه این سخنای محمد گفت که مسلمان رو رفتن اسلام رو نیفتن ابا کشوری غرب اومدن میگه اسلام رو رفتن مسلمان رو نیفتن مسلمان رو رفتن میگه که مسلمان دروغ میگوید فریب میکند همین خیلی مثال در کل اوش دیگه زن کل اوش دیگه لیکن بکشوری میگه غرب اومدم زن کل او مرد کل او نیست دروغ نمیگه فریب نمیکنن لیکن در اسلام مسلمان نیستن انا میگم میدارم شما عزیز